درود بر عزیزان جانم. عرض به حضور شما خانم محترم با مریضی پوستی یا پسروریاتیس اومدن اینجا. خیلی دکتر مراجعه کردن، دارن آمپول هم میزنن. من بهشون گفتم بیاین به فرمایشات طب کهن گوش کنیم و حدوداً 3 نوبت حجامت کنیم و سرکنگبین بخوریم و اون چیزایی که دستوراتی که بهشون دادم. حالا اینجا میخواستم که این چند ثانیه اول رو تصویر جلو ببینید. این زخم کاملا متورم بود، خودشون هم در جریانن. این هم مثل این بود، کاملا قرمز رو در داریم. این زخم داره کاملا کمرنگ میشه. همینجور این زخم ها کاملا کمرنگ شده. خودشون درسته خانم؟ نشون دادین بهتون دیدید که خیلی کمرنگ شده بود. من توصیه میکنم که یکی از راه‌های مبارزه با خودایمنی یا همین مریضی پوستی اینه که حجامت کنیم، زالو بگیریم، چند نوبت البته، و در مقابلش بدنمون هم مزاجمون هم به تعادل برسونیم. از نظر طب کهن خارج شدن از تعادل باعث میشه که انسان به مریضی پوستی یا برس یا به دیگور یا همین پسوریازیس اتفاق بیفته باشه. پس بنابراین بدنمون رو داریم، به مزاجمون رو داریم، از هم از داخل هم از خارج داریم درمان میکنیم. روز که شفا میدهد.